بحث همچنین زحمت کشف گرفه آرزون بعد از سالها یک گرفه برای آرزون شکلی اصلی رگوشی آرزون در سراسر کشور در واقع عرضه می‌کنه. متأسفانه ما سیستم در واقع تصمیمی آماده نشد، مجبور شدیم از طریق خود توضیحات خیلی مختصر در مورد در واقع محصولات جدید آرزون شما عرض کنیم. همونطور که شما اگه میشین برگرد سفری به روزوان سلام مرتب چشم همونطور که شما ملاحظه می‌فرمایید در واقع آرزون نفس بین محصول خودش رو در واقع تولید کرده و فعلا برای فروش در هیچ جای جهان عرضه نکرده، فقط بحث لانچ کردن و معرفی کردن محصول است. همونطور که شما ملاحظه می‌فرمایید مدل اول در واقع بهش میگن مدل آلتیاس که در واقع رنگ مشکی رنگ شما مشاهده می‌فرمایید. این مدل در واقع هوشمندترین تکنیک در جهان هست. چرا؟ به خاطر اینکه روی در واقع کاور جلوی از جنس گلس استفاده شده و این گلس اجازه نمیده که در واقع پنل پشت نوای گلس فرو رفتگی بشه و در واقع دچار خمیدگی بشه براش. به همین دلیل این گلسی که در واقع طراحی شده از ضربه و در واقع از فرو رفتگی جلوگیری می‌کنه. این محصول در واقع صفحه نمایشون به صورت لمسی و حسی هستش و مثل در واقع موبایل‌های هوشمند شما می‌تونید از طریق حس لامسه در واقع تنظیمات رو انجام بدید. عرضم به حضور شما که این محصولات در روی بورد کنترل و بورد اصلی در واقع شما می‌تونید به در واقع وای فای در واقع اتصال پیدا بکنید. مدل‌های دیگه آلسان قابلیت اتصال به وای فای داره، اما بعد به سوی مژول جداگانه خرید بشه. اما در اصل محصولات آرزون مثل مدل آلتیاس که هوشمندترین پکیج جهان هستش، به خاطر همین این مژول رو در واقع روی بورد اصلی طراحی کرده و نیاز به خریداری مجزای اون نیست. عرضم به حضور شما که پمپی در داخل این پنل استفاده شده در واقع پمپ‌های های انرژی هیبرید است. این پمپ‌های های انرژی هیبرید در واقع 400 کیلووات ساعت در سال کاهش مصرف انرژی داره. یعنی که شما اگه بخواید مقایسهش کنید با پمپ‌های دور ثابت که اونها 800 کیلووات ساعت در سال هست، این 400 یعنی 50% باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی میشه. به این پمپ‌های مدریشن هم میاد. یعنی چی؟ یعنی مدولار هستش. با توجه به طول در واقع مسیر گرمایشان و با توجه به تعداد زانوهایی که در داخل مدار گرمایش طراحی شده دور اون تغییر می‌کنه و دبی در واقع با توجه به اون در واقع فشاری که در داخل سیستم مدار گرمایش وجود داره دور و اون دور پروانه در واقع میتونه متغیر بشه. همین متغیر بودن دوره در واقع پمپ‌های ما باعث کاهش در واقع صرف در واقع مصرف برق میشه و همچنین باعث میشه که در واقع این پمپ‌ها استعلاء کمتری داشتن نسبت به پمپ‌های دور ثابت که همیشه با یک دور ثابت کار می‌کنن. عرضم به حضور شما که این مدل خدمتتون عرض کنم که درصد مسی که در واقع مبادل اصلی استفاده شده به 98% رسیده. خود شما می‌دونید که همه پکیج‌هایی که در داخل کشور و خارج از این طراحی میشن همه‌شون از جنس مسی. چرا از جنس مسی؟ واقعا این مسی قابلیت انتقال حرارت خیلی خوبی داره و به راحتی میتونه در واقع داغ بشه و این داغ شدن باعث افزایش راندمان میشه. و در واقع آرزون اومده یک تکنولوژی استفاده کرده علاوه بر اینکه از جنس مسی استفاده 98% مس در واقع در واقع مبدل اصلی طراحی کرده، اومده یک لایه در واقع از جنس آلومینیوم هم روی استفاده کرده که بتونه حرارتی که در داخل در واقع با مبدل اصلی در واقع حفظ کنه. عرضم به حضور شما که مبدلی که برای آب گرم هستیم استفاده شده قطعا شما در مبدل صفحه‌ای و پلیت‌دار است. هر تعداد این پلیت و صفحات افزایش پیدا می‌کنه باعث انتقال حرارت در واقع آب گرم هستیم افزایش پیدا می‌کنه بیشتر میشه. و در واقع آرزون اومده در مدل‌های 35 کیلومتر از 16 کیلومتر استفاده کرده تا بتونه در واقع آب گرم مصرفی با راندمان بیشتری تولید بکنه. به همین دلیل که آرزون می‌تواند دبی آب گرم مصرفی تا 25 مایل تولید در داخل به شما بده. مثلا دستگاه کلاس بی او قابلیت در واقع تامین آب گرم برای تا 25 مایل تولید در داخل داره. یعنی چی؟ یعنی استاندارد رو میگه هر گوشه حمام 8 مایل 3 لیتر بر دقیقه آب می‌ذاره. پس اگه ما این 8 مایل 3 لیتر ضرب در 3 بکنیم میشه تقریبا 25 خورده. پس دستگاه کلاس بی ما قابلیت تامین 3 گوشه همزمان رو با هم داره. و دستگاه دیگه که در واقع کم توانایی ماتریس 24 کیلووات هست میشه 13 مایل 6 لیتر بر دقیقه. یعنی در واقع نسبت به مدل‌های مشابه خودش در واقع اولوی 4 لیتر بر دقیقه بیشتر است. شما این دستگاه مشابه کنید هیچ کدومش 13 و 6 نیست. همه‌شون پایین. حالا 12 11 یا 10.
این ویژگی در واقع دستگاه آریستون خدمت عرضم نسل محصولات آریستون فعلا به صورت غیر چگالشی طراحی شده و مدل چگالشی اون فعلا وارد بازار نشده که در آینده ان شاءالله اونها هم عرضه خواهد شد. مدل بعدی خدمتتون عرض کنم که مدل HS پرمیوم هستش. این یه دونه مدل در واقع چگالشی هست ولی جزو نسل محصول نمیشه ولی خب به هر حال جزو تکنولوژی جدید اروپا به شمار میاد. این مدل هم در واقع در رنج حرارتی 30 کیلووات طراحی شده و فوق‌العاده نسبت به سایر مدل‌های مشابه خودش هوشمند است. مدل کنار جنس پرمیوم در واقع ایو هستش که اینو قبلا شما مشابهش دیدید در مدل‌های قدیمی. این هم در واقع جزو یکی از هوشمندترین مدل‌های در واقع آریستون هست. تفاوت اون با مدل‌های قبلی افزایش درصد نصف و تزریق ماده به منظور در واقع جلوگیری از تردیدگی در واقع لیتولیت‌های الکتریک کامپوزیت است و همچنین فن مدل‌هایی در گذشته هم بوده. اما الان فن‌هایی که در استفاده در واقع جنس پرمیوم استفاده میشن به لحاظ دور پلاستیک چارپوزیشن افزایش پیدا کرده در نتیجه بر مبنای کاربرد افزایش پیدا کرده. خود شما می‌دونید که اینها در واقع سنسور اثرحال هست. سنسور اثرحال یعنی چی؟ سنسور اثرحال 24 قطب مغناطیسی داره که 12 تا قطب منفی است و 12 تا دیگه در واقع مثبت که در واقع بسیار یکی در میان باعث ایجاد پالس میشه و این پالس در واقع کنترل ارسال می‌کنه. زمانی که شعله کمه این تعداد پالس افزایش پیدا می‌کنه، کاهش پیدا می‌کنه و در واقع دور کمه. برد الکتریکی متوجه میشه در واقع شعله کمه دور کمه. وقتی سرعت زیاد میشه تعداد پالس‌هایی که تولید میشه زیاده در نتیجه برد الکتریک متوجه میشه که در واقع سرعت زیاد شده در نتیجه شعله رو متوجه میشه تنظیم میشه. خدمتتون عرض کنم به این فنا هم میگن فنای مدل برای این تکنولوژی هاست که باعث محصول یک مقدار گران‌تر بشه نسبت به مدل‌های دیگه. اما این ویژگی ها شما یادتون نره که وجود داره دستگاه ما و برند که ارزون میشه همیشه دلیلش اینه که از این تکنولوژی برای اروپا استفاده نمیشه. مدل‌های بس در واقع قسمت هم شما ملاحظه می‌فرمایید در قسمت ردیف دوم که در واقع کلاس X، جنوس X، کاریس X و اچ X اینها هم در واقع نسل محصول آریستون هستن که در واقع فقط مدل آلتروس و جنوس X صفحه نمایش لمسی داره. بقیه مدل‌ها مثل کلاس X و در واقع کاریس X و اچ X صفحه نمایش به صورت مانوال و دستی داره و شما می‌تونید پارامتر رو به صورت در واقع دستی و وارد کنید. عرضم به حضورتون مدل آلتروس مدل جنوس X دارای قابلیت برنامه‌ریزی زمانبندی به صورت روزانه و هفتگی مثل دستگاه جنوس 36 قدیمی که در واقع آریستون تولید می‌کرد و دوباره این ماژور رو برگردوندن و در داخل مدل‌های آلتراس و جنوس X طراحی کرد. شما می‌تونید از این ماژور هم استفاده کنید. و در انتها خدمتتون عرض کنم که در واقع ابگم‌های برقی کامپکت هستش که این ابگم‌کنه‌ها در ابعاد 36 سانتیمتر در 36 هست. فوق‌العاده کوچیک در دو استان طراحی شده. یه استان بهش میاد در واقع آندر سینک و دیگری بهش میاد اوور سینک. اینا چه فرقی با هم می‌کنه؟ اینا به جاهایی که نصب سیستم‌های گرمایشی گازسوز در واقع ممنوعه به خاطر کوچک بودن مثل کجا مثل در واقع املاک ممنوع مثل روپل مثل پاسور مثل جای اتاق خواب‌ها جایی سیرکولاسیون هوا انعکاس‌پذیر نیست و اکسیژن کمه و نصب محصول